رفقا و دوستان کارگر، سلام با درودهای گرم و آتشین من شاهرخ زمانی، کارگر نقاش، عضو شورای نمایندگان کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری، عضو هیئت بازگشایی سندیکای کارگران نقاش به تنظیمات تهران و حومه و عضو افتخاری سندیکای کارگران نقاش استان البرز و همراه دیگر رفیقان از زندان‌های ایران پذیرا باشید. ما طبقه 15 میلیونی کارگران ایران با بالای 50 میلیون خانوار مولد همه نیازمندی‌های حیاتی مردم مانند تغذیه، پوشاک، بهداشت، دارو، مسکن، آب و برق و ماشین و غیره میباشیم. اما با بهره کشی و تحت سیاست‌های ضد بشری دولت و طبقه سرمایه‌دار ایران مانند دستمزدهای یک چهارم خط فقر، واردات کالاهای بنجل، در نابودی 80% تولید و بیکارسازی میلیونی، داشتن یارانه ها که گرامی و تورم نجومی، خصوصی سازی و تبدیل تولید، تحصیل، درمان، خدمات عمومی یک کیسه پول مافیای ثروت قدرت و مهمتر با قراردادهای سفید امضا موقت در بردگی کارگران و دیگر سیاست‌ها ما کارگران با 80% زیر خط فقر در شرایط مرج تدریجی قرار داریم. در کنار حذف قوانین حمایتی، منع فعالیت قانونی مانند حق ایجاد تشکل‌های مستقل سندیکایی، حق اعتصاب و جبهه‌مایی به عنوان مهمترین وسایل مقابله با یورش طبقه و دولت سرمایه‌داری به هستی زندگی ما کارگران از با اهمیت‌ترین دلیل تنش‌تر شدن تناب گرسنگی بر گردن ما خانواده 50 میلیونی، نبود تشکل‌های مستقل سراسری یعنی اتحادیه به حزب سراسری به عنوان تنها اهرم بستگی طبقاتی سراسری برای سازماندهی مبارزات و اعتصابات متعدد اما پراکنده و بی‌برنامه کنونی میباشد. اگر طبقه 1% سرمایه‌داری ایران میتواند از طریق دولت و احزاب و تشکل‌های زرد جاسوسی نیروی حداقل 70 میلیونی ما مزدگیران مانند کارگران، معلمین، پرستاران را به عنوان پایه‌های تولید، آموزش و درمان در فلاکت فقر و بی‌آیندگی غرق کند، اگر اعتراضات و اعتصابات حزم افزاینده و گسترده ما به نتیجه نمی‌رسد، دلیلش فقط نبود حزب و اتحادیه‌های سراسری کارگری عین تمام کشورهای جهان به عنوان ستاد فرمانده کل ارتش 50 میلیونی ما کارگران به مثابه آگاه کننده، متحد کننده و سراسری کننده مبارزات پراکنده و بی‌برنامه می باشد. برای ما فقدانشون برای ما فعالین و جنبش کارگری ایران ضایعه بزرگ محسوب میشه. واقعیت اینه که جای رفقایی مثل شاهرخ رو کمتر میشه پر کرد. Svara med statsterrorism och krig. Fruktansvärda krig som drabbar miljontals människor. Man får krig och dessa krig leder till andra omfattande konflikter i olika delar av världen. و یکی از این مشکلاتی که به وجود آمده در جامعه در مقابل سرمایه‌داران در ایران جنبش کارگری است. جمهوری اسلامی با اینکه اختلافات سیاسی و حکومتی داره در میان جناحاش، ولی در یک جا وحدت داره و این هم خنثی کردن مبارزات طبقه کارگری است. Men vi vill gärna veta vad vi kan göra mer. Och där behöver vi vägledning från er. Vi tagit upp frågan inom ILO och internationellt. Vi följer de kampanjer som International Trade Union Confederation drar igång och som faktiskt ledde till att bussförarnas ordförande Mats Rosenlund blev frigiven. شواهد در مقابل این راه انداخت که بتونه به همین سطح جواب بده و به نظر من شواهدکرد امروز ما اینه. ما باید چیکار بکنیم؟ باید رفقا ما قربانی بشن در داخل ایران، ما باید نگاه بکنیم. من فکر می‌کنم باید در داخل و خارج کار مهم صورت بگیره.
به نظر من باید حرکت میلیتنتی رو علیه جمهوری اسلامی و تو هر سوراخی که هست انجام داد. مهم نیست به چه قیمتی. مطلع شدیم که شاهرخ زمانی از فعالین جنبش کارگری در ایران در زندانهای جمهوری اسلامی به طور مشکوکی به قتل رسید. در جریان هستیم که شمار زیاد از فعالین جنبش کارگری از جمله به نام ابراهیم زاده، محمود جراحی و غیره و اخیراً محمود صالحی از چهره‌های سرشناس جنبش کارگری ایران مجدداً محاکمه شده و احکام طولانی مدت زمانی برای او صادر شده. برخلاف کسانی که می‌خواهند شاهرخ را به یک فعال سندیکالیست معرفی و محدود نمایند، شاهرخ یک کارگر آگاه کمونیست ضد سرمایه بود. کارگری عبور کرده از خود و تغییر یافته برای خود و یا به زبان دیگری به کارگری برای رهایی کل طبقه کارگر. ای رفیق، مرا ببخش که هنجرم خونیست، زیرا خروس‌های قبیله مغلوبم را در آستان سرخ سر بریدند و اینک من در خروسخانه خون تبارم می‌خوانم. آهن این باعث باشیم از سازمان جهانی بخواهیم که یه هیئتی رو بفرسته و این مسئله رو بررسی بکنه که این قتل‌ها به چه وسیله انجام شده و این عاملین قتل‌ها رو در حال به محاکمه برده. سرخ سرخ همچون سرودی که از دهان رهایی برمیخیزد، تو را در آن سوی احتساب شناختم. در نبرد سرمایه چهره در چهره میخوانمت، سپید دمان. وقتی در اتحادمان گره میخوری، تو شکوهی بر شانه‌های رنج میدرخشی. آنجا که گرسنگی خوشه‌های خشم را میبلعد، حضور تو خوشبختی بود، حضور تو ارمغان. پیامی هست از کمیته بین‌المللی علیه اعدام. جمهوری اسلامی مسئول و مسبب مستقیم جان باختن شاهرخ است و باید پاسخگو باشد. امروز 10 اکتبر روز جهانی علیه اعدام، ما برای بزرگداشت یاد انسان مبارزی گرد آمدیم که همه زندگی سیاسی پربارش، فعالیت و تلاش برای رهایی خود و هم طبقه‌هایش از جنگ بی‌عدالتی، تبعیض و نابرابری بود. شاهرخ زمانی به همین دلیل و در اعتراض به بی‌حقوقی کارگران به جرم ایجاد تشکل کارگری دستگیر شد. او بارها توسط ماموران وزارت اطلاعات زیر فشار بازجویی قرار گرفت. توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به 11 سال زندان محکوم شد. خودش و خانواده‌اش بارها تهدید شدند تا مجبور شود از عقایدش کوتاه بیاید. چندین بار به زندان‌های مختلف از جمله زندان یزد، تبریز، قزاقستان و رجایی شهر تبعیدش کردند. بارها در اعتراض به بدرفتاری زندانیان با خودش و دیگر همبندی‌هایش دست به اعتصاب غذا زد. 5 سال بدون مرخصی در زندان‌های مختلف حکومت اسلامی مورد آزار و اذیت قرار گرفت. اما چون کوهی استوار الگوی مقاومت و مبارزه و سرسختی برای همه زندانیان سیاسی بود. بدون واهمه و بارها با شجاعت با صدور اطلاعیه و قطعنامه علیه بی‌حقوقی و اذیت آزار زندانیان سیاسی و اعدام‌های گسترده و مسائل مهم کارگری اعتراض کرد. همین ایستادگی او را به چهره محبوب جنبش کارگری و برابری طلبی تبدیل کرد. مرگ شاهرخ نباید مسکوت بماند. هر زمان شاهرخ، همرزمان شاهرخ فعالین سیاسی مدافع حقوق کارگران چون رضا شهابی، بهنام ابراهیم‌زاده، سعید شیرزاد، رسول گداقی، محمود صالحی جانشان در خطر است. جمهوری اسلامی باید در مجامع معتبر بین‌المللی مجبور به توضیح شود. جان باختن شاهرخ زمانی زنگ خطر جدی است. این گواهی بر وضعیت خطیر دیگر زندانیان سیاسی است. برای نجات جان زندانیان سیاسی و فعالین کارگری در ایران و رهایی کلی زندانیان سیاسی خارج از کشور باید صحنه تلاشی بی‌بهره باشد. کمیته بین‌المللی علیه اعدام به سهم خود در این کارزار مانند همیشه سهیم خواهد بود. یاد عزیز شاهرخ زمانی را با ادامه راهش گرامی می‌داریم. همونطور که گفتم این پیامی بود از طرف کمیته بین‌المللی علیه اعدام. نظام خونخوار جمهوری اسلامی
انتظار اینه که با مبارزه رفت داره بیشتر از این کنه. شاهرخ زمانی به قتل رسون. به همین دلیل من ترانه تاریگری رو عروس زرد رو تقدیم میکنم به خانواده محترمش و دختر نازنینش. من عذر میخوام از تلفظ احتمالا شاید ناصحیح. Saçı uzun her mezler gülüm der mezler sargarım. Saçın uzun her mezler gülüm der mezler sargarım. Bu sevdana sevdadیم bu sevdana sevدادیم اهداف خودشون اهداف تشکیل سندیکا و دفاع از حقوق کارگران خیلی فعالیت داشتن و واقعا از هدفشون حتی یک نیم قدم هم کوتاه نمی‌اومدن هیچ وقت. و من واقعا خودم میدونین پدرم همیشه بر من الگو بوده توی زندگی، ولی با این اتفاقی که افتاد فکر میکنم واقعا با تمام وجودم دلم میخواد که روحیم مثل ایشون باشه و من مطمئنم که خیلی از این مسئله ای که اتفاق افتاد، یعنی آدمای بزرگ همیشه با مرگشون هم به آدما درسای خیلی بزرگی رو میدن، یعنی هم تو زندگیشون به آدما درسای خیلی بزرگی میدن و هم با مرگشون. فکر میکنم پدر من هم با مرگشون به خیلی از آدما خیلی درسای بزرگی دادن، دست ایستادگی، استواری و عدم سازشکاری دادن و ما باید واقعا ادامه دهنده راه ایشون باشیم. باید سطح آگاهیمون رو بالا ببریم در این زمینه و به خودمون و به اجتماعمون کمک کنیم. در کمال بهت و حیرت و ناباوری همگان در زندان گوهردشت چشم از جهان فرو بست. علت مرگ شاهرخ را مقامات رسمی هرچه اعلام کنند از نظر ما مسئولیت مستقیم آن تماما بر عهده کسانی است که با تحمیل برده واردترین شرایط بر ما کارگران حق تشکلیابی و مبارزه برای یک زندگی بهتر را نیز از ما سلب کرده و انسانهای شریف و بزرگی همچون شاهرخ زمانی را به گوشه زندانها افکندند. مرگ تکان دهنده شاهرخ در کنج زندان بدون هیچ پیشینه بیماری، نه اولین جان باختن یک زندانی و نه تحت شرایط موجود زندانهای کشور آخرین آغاز. اگرچه مرگ ناگهانی شاهرخ از نظر هر انسان منصفی مشکوک به نظر می‌رسد، اما بدون چنین تردیدهایی نیز شرایط زندانهای کشور به ویژه برای فعالین کارگری و زندانیان سیاسی به 1001 دلیل از پخش پارازیت گرفته تا غذای نامناسب، عدم رسیدگی پزشکی و نبود بهداشت، شیوه نگهداری نامناسب و اعمال انواع فشارهای روحی و روانی به اندازه کافی مرگ‌آور است. شاهرخ زمانی هیچ جرمی جز دفاع از حقوق همطبقه‌ای‌هایش مرتکب نشده بود.
او نه صاحب منصب بود، نه اختلاس کرده بود، نه کوچکترین لطمه‌ای به کسی زده بود و نه شریک دزدان و غارتگران بود. او یک کارگر نقاش از اعضای شورای نمایندگان کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری، عضو هیئت بازگشایی سندیکای کارگران نقاش و عضو افتخاری سندیکای کارگران نقاش استان البرز و از بنیانگذاران معنوی این سندیکا بود که در خرداد ماه سال 1390 به دلیل مبارزاتش برای احقاق حقوق کارگران به زندان افکنده شد. اما زندان برای انسان جسور و بزرگی همچون شاهرخ پایان مبارزه و حق طلبی نبود. او در طول نزدیک به 5 سال دوران زندان تا آخرین نفسهایش در یکی از سلولهای 2 نفره زندان گوهردشت لحظه‌ای از مبارزه و حق طلبی باز نایستاد. نه دیوارهای زندان، نه دادگاه، نه سرکوب و نه اعمال فشار از سوی ماموران امنیتی و زندانبانان قادر به زدن مهر سکوت بر لبهای شاهرخ نشدند. او بدون ذره‌ای بزرگنمایی با جسارت و صلابت بی‌نظیرش مظهر مقاومت و مبارزه جویی طبقه کارگر ایران برای خلاصی از ستم و استثمار بود. مرگ شاهرخ برای یارانش، خانواده‌اش و برای جنبش کارگری ایران ضایعه‌ای سنگین و جبران ناپذیر است. ما این ضایعه بزرگ را به خانواده، همبندان، یاران شاهرخ و عموم کارگران در سراسر کشور صمیمانه تسلیت می‌گوییم و بدین وسیله اعلام می‌داریم اگرچه از دست دادن شاهرخ عزیز درد جانکاهی است، اما ما در سوز و گداز این درد جانکاه زانوی غم در بغل نخواهیم گرفت و مرگ شاهرخ را به پرچمی برای اتحاد و همبستگی کارگری که او پیشتازش بود تبدیل خواهیم کرد. زنده باد اتحاد و همبستگی کارگری. درود بر شاهرخ زمانی. اسامی تشکل‌های امضا کننده Må du leva i fred, Shahrukh. Tack. Vi alla har samlats här för att visa våra protest mot islamiska regimen i Iran. För de har begått en människobrott. Inte för första gången och inte heller för sista gången. Vi alla vet vad som pågår. Det är därför vi är här. Och jag vill hälsa er alla välkomna. Den Islamiska republiken Iran har lanserat en ny rörelse mot fackföreningens medlemmar och lagt dem under större press än någonsin. Ledarna i regimen ser att rörelsen av fackföreningens medlemmar och vanliga
håller på att bli större och tror att de kan få tillstånd på sina sätt. Som vi ser här. I fängelserna, avrättningar, tysta avrättningar, förgiftningar och sådana. Och precis vad som har hänt med Sharof.